فریاد کودکان، اطفال و زنان غزه را میشنویم و میشنویم که پروردگار من در کلامش در قرآن عظیم و شأن میگوید و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر آنها برای حفظ دینشان از شما کمک بخواهند، ای مسلمانان کمک کنین آنها را. صدای کمک خواستن اطفال غزه را میشنویم، صدای زنان غزه را میشنویم. والله اگر عذاب نازل شود همه من و شما را فرا خواهد گرفت، همه من و شما را فرا خواهد گرفت. ما منتظر فرشته های بدر و حنین هستیم که آنها کمک بکنن. آنها در گذشته تعداد محدودی بودن، فرشته ها را الله نازل میکرد برای کمکشان. همهشان به جهاد میبرآمدند، تمام صحابه به جهاد میبرآمدند. بعد وقتی میدید که ضعیف شده اند، الله کمک هایشان را نازل میکرد. آیا انتظار دارید که در میان 1.5 میلیارد مسلمان فرشته های بدر و حنین نازل شوند؟ انتظار داریم که پرنده های ابابیل از بالا سنگ را بر بالای اسرائیل بریزانند؟ شرم است، والله والله شرم است که ما انتظار داشته باشیم که بله پرنده های ابابیل بیاین سنگ بریزانند بر بالای غزه. دین شب کلیپی را میدیدم، کودکان غزه را نشان میدادند که از وحشت دست و پایشان میلرزید. حالتی را انسان در غزه میبیند که من فکر میکنم که در طول تاریخ چنین حالتی نیامده است و الان در پیش روی و در دیدگاه و در پیش روی انظار و در پیش روی چشمان 1.5 میلیارد مسلمان غزه، جوی از خون در غزه جاری است و مسلمانان نگاه میکنند. همه میگویند پروردگار کمکشان کنین، در حالی که بعضی از کشورهای اسلامی بمب اتم را در اختیار دارند، در حالی که بیشترین ذخایر نفتی را ما مسلمانان در اختیار داریم. لذا اگر نتوانستید در یک همچنین شرایطی در کنار برادرانتان در غزه ایستاد شوید، باید بیشتر جوانان به الله توجه بکنین، باید بیشتر به الله توجه بکنین و از الله بخواهین که تا زمینه جهاد و کمک را با آنها برای من و شما میسر بکند و فراهم بکند. رب العالمین فیصله کند تا زمینه جهاد را برای من و شما فراهم بسازد. همه ما در قبال غزه در حال امتحان دادن هستیم عزیزان. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما مسلمانان گمان میکنین که به آسانی و بدون تحمل سختی ها داخل جنت شوین؟ ولما یأتیکم مثل الذین من قبلکم، در حالی که هنوز مشابه سرگذشته پیشینیان و کسانی که قبلا گذشتن تا هنوز مشابه وضعیت آنها بر شما نیامده است. پروردگارا مگر بر آنها چی آمده است؟ مستهم البأساء، مستهم البأساء وضراء وزلزلوا، سختی و فقر و مریضی ها به آنها رسیده است و پریشان و مضطرب شدند. حتی یقول الرسول، دیگران خو به جای خود حتی یقول الرسول، تا اینکه پیامبرشان میگفت متی نصر الله، چه وقت امدادهای رب العالمین میآید، چه وقت نصرتهای رب العالمین میآید. از طرف الله جواب میآید الا ان نصر الله قریب، آگاه باشین نصرتهای رب العالمین قریبا. اگر شما مؤمن باشین، اگر شما به مقتضای ایمانتان عمل بکنین. لذا به وعده های رب العالمین ایمان داریم عزیزان. ما باید به مقتضای ایمان من عمل بکنیم، چرا که فرمود صلی الله علیه و سلم من تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. اگر در آسانی خود را به الله شناسانیدید، اگر در آسانی خود را به الله معرفی کردید، اگر در آسانی خود را به الله نزدیک کردید، به طاعت و عبادت به الله خود را شناختاندید، الله تو را در سختی میشناسد، الله تو را در سختی ها میشناسد.
آیا ما به مقتضای ایمان خود عمل کرده ایم؟ سوالم از همه شما این است. آیا تو به مقتضای دینت، شریعتت، ایمانت آیا عمل کرده اید؟ الله میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا، غمگین مباشین، سست نشوین، انتم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن باشین شما برترین، اگر به راستی مؤمن باشین. آیا من و شما به راستی مؤمن هستیم؟ آیا این 1.5 میلیارد مسلمان به راستی مؤمنند؟ آیا سران کشورهای اسلامی به راستی مؤمنند؟ آیا ملتها به راستی مؤمنند؟ آیا کشورهایی که در همسایگی غزه و فلسطین قرار دارند اینها به راستی مؤمنند؟ چه قسم رب العالمین را جواب میدهند در صحرای قیامت. تا دین روز صدا میزدن که ای مسلمانان، اسرائیل بر ما حمله کرده است، کمک کنین. امروز صدا میزنن مسلمانان آب نداریم، مسلمانان نان نداریم. به فریاد ما برسین، به فریاد ما برسین. از شما باروت نمیخواهیم، از شما سلا نمیخواهیم، آب برسانین، نان برسانین. والله ما درس همت را، درس ایمان را باید از کودکان غزه یاد بگیریم، از زنان غزه باید یاد بگیریم. و اگر جریان غزه همچنان که الان پیش می رود، والله قسم یاد می کنم من باشم یا نباشم، اگر همچنان که الان پیش می رود اگر پیش برود، والله اروپا را ناامن خواهد کرد، والله اروپا را ناامن خواهد کرد. لذا امروز من اعلام می کنم دارالافتاهای سر تا سر کشورهای اسلامی صدایشان را بکشند، اعلان جهاد کنند، اعلان نفیر عام کنند. آفرین بر علمای کشور اندونزیا، دین روز اعلان جهاد کردند. آفرین. دارالافتاهای سر تا سر کشورهای اسلامی اعلان جهاد کنند. آنچه که امروز اروپایی ها از آن میترسد از کلمه جهاد است، آنچه که از آن میترسند کلمه جهاد است. لذا کشورهای اسلامی والله اینها میروند، این عمر کوتاست، این عمر بسیار کوتاست و من و شما پیش رب العالمین میرویم. سران کشورهای اسلامی پیش رب العالمین میروند، اما بهترین عمر آن است که با عزت بروند، با عزت زندگی بکنند. و والله اگر یکی از کشورهای اسلامی و یکی از سران کشورهای اسلامی و یکی از رهبران کشورهای اسلامی الان حی علی الجهاد بگوید و پرچم جهاد را بلند بکند و حرکت کند به سوی فلسطین، ما شما ببینید که میلیون ها جوان آماده می شوند و به سوی فلسطین حرکت می کنند، حتی در همان کشورهایی که در همسایگی آن قرار دارند. چرا بیشتر از این بسیاری از علما مصلحت اندیش شدند. بدتر از این نمی شود، بدتر از این نمی شود. صداهای کودکان را میشنویم که میگویند از ما و شما خدا حافظ، و پیش رسول الله شکایتتان را میکنیم که ما را امداد نکردین. صدای زنان فلسطینی ها را میشنویم که میگویند که ما فقط چند روز دیگر زنده هستیم، دیگر چیزی به نام غزه وجود نخواهد داشت، غزه از بین میرود، تمام شده است، میرود. و والله رب العالمین از من و شما پرسان خواهد کرد، و والله رب العالمین از همه من و شما پرسان خواهد کرد.